سلام بچه‌های گل. این سری میخواستم بهتون بگم که میدونین چجوری میتونین درآمدهای میلیونی به دست بیارین و همچنین توی پلتفرم‌های سوشال مدیا از قبیل مثلا اینستاگرام یا تیک تاک یا حالا هر پلتفرمی که استفاده میکنین هم ویوهاتون بره بالا، همین که یه درآمدی در بیارین دیگه. الان وقتشه، اینستاگرام این کارو کرده. الو سلام عزیزم، خوبی؟ آقا اون گفتگو اون فالوور مانور رو ردیف بکنی. آره بی زحمت یه دمت گرم دیگه. بگو نفر $5 بهشون میدیم سگ خون. آره هم شیر بکنن هم فالو. اما واجبه، منبع درآمد همینه. اذیت نکنی دمت گرم، وقت ندارم و منتظرم. دمت گرم. الو سلام خانی، چطوری؟ خوبی؟ قرار از مزاحمت می‌خواستم بگم که یه سری گفتم فالوور رو اینا جمع بکنی، با کاملاتون شیر بزنیم و اینا، اگه میشه رو ردیف بکنی. من نیاز دارم و جون فانی لنگم. دمت گرم، قربونت برم. آره بابا جبران میکنم دیگه. گستک. الو سلام خاله جان، خوبی؟ آره میخواستم بگم این فالوورا رو که گفتیم فامیل مابیلا گفتین بی زحمت ردیفش بکنین دیگه، قربونتون. آره نه حواسم هست. آره به رئیسم گفتم حتما برای پسرت یه کارایی میکنه. قربونت بشم من، قربونت. باشه خداحافظ. الو علی جان، مال اسکول کردی؟ بابا این ملت منتظرن این چست فالوور و ویو و این چرت و پرتا رو من دارم. من الان چه گویی بخورم؟ با مثلا تو معروفی یا یه کار ازت خواستیم، اون یه کارم نمیتونی بکنی. با جون هر کی دوست داری یه کاری بکن دیگه برام. آره بابا پول میدم. آره پس چی فکر کردی بقیه چجوری پول دار میشن؟ اول باید پول بدی دیگه، چیزای دیگه هم باید بدی. بله حالا واسه ما شیرین نمک بازی در میاره. باشه میریزم به حساب. باشه خداحافظ. نتیجه اخلاقی: کاری رو که هنوز انجام نشده رو راجبش حرف نزنین. کی میتونه فالوور بگیره بابا؟ ولمون کن.